ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 49. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صدرالدین عینی. زندگانی و قهرمانی. این را زندگی نامه ده ها بزرگان ادبیاتمان، خصوصاً ایجادیات و تلاش‌های استاد رودکی، فردوسی، ابن سینا، ناصری خسرو، شیخ سعدی تا صدرالدین عینی ثابت می کنند. یعنی ادیب سرنوشت نگار دوران و ملت خود است. ادیب رهنما و پندآموزی انسان هاست. مگر زندگی و کار و ایجاد در سالهای پرآشوب برای استاد عینی، لاهوتی، بعدتر برای میرزا ترسنزاده، ساتیم اولوغزاده، میرسید میرشکر و جلال اکرامی و دیگران آسان بود؟ مگر بابا جان غفورف بی ممانعت تحقیقهای خود را به انجام رساند و خدمتی بزرگ و شایسته به ملت کرد؟ سخن از زحمت مشکلی راهی ایجادی و هدف و مسئولیتی ایجاد کار می رود. استاد صدرالدین عینی راه آسان زندگی و ایجاد را انتخاب نکرد و با وجودی برجاماندگی، عذاب و شکنجه سختی جسمانی مخالفان برای حفظ فرهنگ، اثبات هستی ملت، تمام خرد و عقل و ذکاوت خود را دریغ نداشت. استاد عینی هر لحظه در عرصه مبارزه با قلم قهرمانی نشان داد و برای سربلندی امروزیان راه گشاد. این خدمت ارزنده آنها یک نوع ادای قرض فرزندی بود و در کتاب زندگی نامه ملت تا جاویدان ثبت گشته است. و نهایت زحمت و استعدادی این دو جگربندی وفادار خلق بهای سزاوار گرفت. استاد عینی و اکادمیک بابا جان غفورف برحق قهرمان نخستین تاجیکستان اعتراف گردیدند. یکی از وظیفه‌های مهم اتفاق نویسندگان، پیران ادبیات، تربیه نسل جوانی ادیبان می باشد. گمان می کنم سالهای آخر در این بخش
کاری پرثمر و نظررسی کرده نشد. بیایید یک بار خود به خود بیندیشیم. فردا بجای شما کی به میدان ادبیات می آید و شهرت و عنعنه‌های بیش از 1000 ساله را نگاه می دارد؟ این کاری سهل نیست. می توان صدها متخصصان دیگر ساحه ها را با هر راه تربیه کرد، ولی جستن و کشف کردن، تربیه نمودن استعدادهای ارزنده جوان وظیفه اتفاق نویسندگان و پیران ادبیات است. یعنی در مکتب و دانشگاه ها کاری محفل های ادبی را پرزور باید کرد. از صاحب استعدادها ادیبان خوش سلیقه، جسور و وطن پرست تربیه کنیم. این عنعنه نیک استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسنزاده، فضلالدین محمدیف، اشور سفر و دیگران بود. مکتب آنها را باید ادامه داد. نوروز در تاریخ ملت ما چون آینه است که گیرودار اجنبیان صاحب قدرت و سرنوشت خلق جفا کشیده تاجیک را تجسم می نماید. فرزندان بزرگ ملت ما صرف نظر از هنگامه های مذهبی و گیرومانی محراب و منبر در همه دور و زمان قدر و قیمت زبان شیوای مادری، سنت و آیین‌های نجیب اجدادی، علم و فرهنگ عالمگیر و شعر و حکمت عبرت آموز را پاس داشته از نسل به نسل رسانیدند. حتی در دوران نچندان دور که یک فضای مشترک آمیزش و به همایی ملت‌ها بالا می گرفت و رسم و آیین‌های اجدادی آشکار و نهان زیر تعقیب قرار داشتند، نوروز از همه فشار و زوراوری ها گذشته همچون عید ملی زنده ماند. تاریخ خدمت‌های بزرگی صدرالدین عینی، بابا جان غفورف، میرزا ترسنزاده، محمد عاصمی و ده‌ها فرزندان بزرگ ملت را که در روزهای سخت سنت نوروز و رسم و آیین‌های نیکی اجدادی را پشتیبانی کردند، با حرف‌های زرین ثبت کرده است. تمام آثار گذشتگان بزرگ ما از اوستا تا رودکی و فردوسی، خیام و ناصری خسرو، سعدی و حافظ، جامی و صایب، سیدا و شاهین، احمد دانش و عینی و ده‌ها نفر دیگر را می توان مجموع معیارهای اخلاق سازندگان جامعه عدالت پرور و انسان دوست نامید. فقط آموزش و فراگیری این آثار و ارزش‌های معنوی را به طور جدی با نظام و مهمتر از همه با درک مسئولیت ملی به راه ماندن لازم است. جوانان دارای معرفت عالی و تفکری سازنده و
اخلاق حمیده می توانند پیوند ناگسستنی نسل‌ها و روح ابد زنده اجدادانی با فرهنگ خیش را که هنوز در عهد سامانیان صاحب مرکزهای بزرگ تمدن و دایره‌های توانایی علمی و ادبی بودند زنده دارند و عصر طلایی ملت خود را احیا نمایند. محض همین گونه جوانان می توانند که با کشفیات نوی علمی و تکنیکی، با اثرهای رنگارنگ و پرمضمون زمانوی، با صنعت و هنری بلند خود ملت عصرها با فرهنگ و تمدن خیش شهرت یافته‌شان را باز هم بیشتر شهرتمند گردانند و در نظر عالمیان اثبات سازند که آنها وارثان اصیل اسماعیل سامانی، بلعمی، رودکی، فردوسی، ابوعلی ابن سینا، ناصر خسرو، حافظ سعدی، کمال خوجندی و عبدالرحمن جامی، احمد دانش و صدرالدین عینی می باشند. مردانگی فرزندان بزرگ خلق صدرالدین عینی، باباجان غفورов و دیگر خادمان برجسته در صحیفه های تاریخ همیشه باقی خواهد ماند. اگر صدرالدین عینی برای عملی گردیدن حقوق تاجیکان و داشتن جمهوری خیش در آسیای مرکزی مساعدت کرده باشد، باباجان غفورов مستقلیت و هویت خاصی رشد تاریخی تاجیکان را از زمانهای قدیم در منطقه ثابت نمود. به این وسیله با کوشش حل کردن تمدن تاجیکان در ترکیب تاریخ دیگر خلقهای آسیای مرکزی و شرق میانه قاطعانه خاتمه بخشیده شد. همین طریق زمینه استقلالیت ملی تاجیکان که در آخر عصر 20 مکمل گردید گذاشته شد. پاس داشتن خاطره گذشتگان و گرامی داشت میراث آنها قرض و وظیفه مقدس فرزندی ماست. ولی مهمتر از همه این است که ما در بابت وطنداری و دولتداری، خودشناسی و ملت دوستی از برد و باخت گذشتگان و از تاریخ سبق ضروری گرفته توانیم. بنابراین آموزش تاریخ دوره سامانیان با تجلیل این سنه نباید به آخر رسد، بلکه این جشن باید ادامه تحقیق و تحلیل منتظم و منظم این دوره مهم تاریخی ملت ما گردد. زیرا طوری که قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی 60 سال مقدم خاطر نشان کرده بود، تمام خلق تاجیک و فارس در خصوص آن که بعد از اصطلاح عرب مثل یک ملت با زبان، ادبیات و مدنیت خود در جهان باقی ماندند از سامانیان منت دارند. صدرالدین عینی زندگانی و قهرمانی. ملت‌های متمدن میراث گرانمایه اجدادان خود را نه تنها پاس می‌دارند، بلکه آن را با ارزش‌های نو غنی می‌گردانند. نسل‌های گذشته ادیبان و عالمان ما خوشبختانه همین طور هم کردند، ولی چنین نوآوری‌ها نه همیشه ثمره دلخواه می‌دهند. مثلا در سالهای 30 عصر 20
نیت نیکی استاد عینی و هم مسلکانش جهتی ساده و به فهم خلق نزدیک کردن زبان ادبی باید تنها به آسان گردانیدن سوادآموزی و به حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلب شدن عامه مساعدت می کرد. وقتی که درباره فرهنگ نوین تاجیکان صحبت می کنیم، از روی انصاف می شود اگر از دستاوردهای سخن به میان آریم که خلق ما در زمان شامل بودنش به هیئت اتحاد شوروی به آنها نائل گردیده است. در آن شرایط تاریخی که برای ملت ما مرحله واقعاً سرنوشت ساز محسوب می گشت و مسئله هستی و نیستی ملت و زبان و فرهنگ ما را به طور صنعی به خریطه سیاسی تقدیرنما گذاشته بودند، باز هم اهل معرفت، ضیاییان شرفمند پرچم مبارزه را برای هستی تاریخی و امروز و آینده ملت، زبان، ادبیات و فرهنگ او به دست خود گرفته در نبرد شدید ضد دشمنان ملت تاجیک ظفر یافتند. مرش حریت استاد عینی تفکری خلق جفا کشیده و از روندهای مهم حیات سیاسی در کنار مانده ما را بیدار کرده در زمان انقلاب و تشکل خودشناسی ملی اساس گذاشت. مقاله های آتشبار پوبلیسیستی او که سالهای 1919 1921 در مجله شورای انقلاب چاپ شده حقوق خلق تاجیک را به زبان، میراث فرهنگی، مکتب و معارف ملی، مطبوعات تاجیکی، دولت و دولتداری حمایه کرده خلق را به آموزش و معرفت سیاسی، حقوقی و فرهنگی تشویق می نمودند، امروز نیز به اهمیت بزرگ تاریخی مالکند. کارنامه تاریخی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک در زمان خود واقعاً نقش شناسنامه حقیقی خلق تاجیک را بازید. به اساسی دعواهای بدخواهان ملت تاجیک را فاش نموده، حقوق تاریخی خلق ما را به ادبیات غنی و عالم شمول اثبات کرد. در سالهای 20 و 30 عصر گذشته که جمهوری تاجیکستان با دشواری قامت راست می کرد، نبض فرهنگ و ادبیات با نبض پرشدت حیات برابر و هماهنگ می تپید. کارمندان ساحه مطبوعات، ادیبان و اهل فرهنگ با بنیادکاران حیات نو پهلو به پهلو ایستاده از سینه کوه کانال می کافتند، به بیابانهای لب‌تشنه آب می بردند، چولیستان را به گلستان تبدیل می دادند. اثرهای بدیعی و پوبلیسیستی آن زمان به بنیادگران کارخانه های صناعتی، راه و کانال ها، نیروگاه های برقی، فاتحان دشت های تشنه‌لب روح و مدار بخشیده آنها را به شجاعت و کارنمایی ها هدایت می نمودند. سخن قدرت بزرگی سازندگی کسب کرده بود. اثرهای پرارزش صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، پیرو سلیمانی، میرزا ترسونزاده، حبیب یوسفی، میرسید میرشکر، ساتم اولوغزاده، جلال اکرامی، رحیم جلیل، عبدالسلام دیهاتی در موضوعهای گوناگون ساختمان حیات نو
تنین انداخته از صدای دل و محصول مهنت بنیادکارانه خلق تاجیک به جهانیان مژده می‌رسانیدند. به همگان کاملا روشن است که هیچ کشور و ملت به زیاییان خود آگاه و وطن پرست آینده خود را آباد کرده نمی تواند. تجربه خودی ما در عصر 20 ثابت کرد که با وجود مشکلی ها و حتی فاجعه ها زیاییان تاجیکستان فداکاری ها نشان داده در کشور علم و معارف، فرهنگ و طب پیشرفته را بنیاد کردند. استادان نامی، عالمان شهرتمند، شاعران و نویسندگان مشهور، طبیبان حاذق، اربابان بزرگ تئاتر و کینا، حافظان ممتاز و روزنامه‌نگاران برای ترقیات با سرعت اقتصاد، علم، فرهنگ نقش بزرگ بازیدند. امروز و در آینده نیز خلق ما با نام‌های جاودانه استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفورف، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسنزاده، ساتیم اولوغزاده، سلطان عمرف، عبدالغنی میرزایف، علاوالدین بهاوالدینف، محمد آسیمی، محمد قل نرزقولف، عبادالله نرزقولف، ظریف رجبف، زیادالله شهیدی، محمد جان قاسمف، اصلی برهانف، توفه فاضیلوه، بابا قل فیضاللهف، فضل الدین شهابف، شاه نظر صاحبف، آدینه هاشیمف، اکا شریف جورایف، بریس کیمیاگرف، منهاج غلامف، کامل تاجیف، محمود جان واحیدف، لایق شیرعلی و دیگر فرزندان ملتمان که نام و شهرتشان از تاجیکستان بیرون رفته در تمام جهان موقع و مقامی نمایان داشتند افتخار می کند. سری محبوب تمام خلق گردیدن این فرزانگان ملت در آن نهفته است که آنها خلق و وطن خود را به حد دوست می داشتند. خود از پی شهرت نگشتند، بلکه مهنت حلال و بی‌دریغ آنها را به بارگاه عزت و اعتبار عموم خلقی برداشت. من باوری کامل دارم که زیاییان امروزه خلق ما نیز دارای چنین ننگ و ناموسی عالی وطنداری می باشند. اسماعیل سامانی گفته بود تا زنده‌ام دیواری بخارا منم. فکر می کنم که هر یک فردی بیدار دلی تاجیکستان نیز باید همیشه آماده باشد تا در مورد ضروری دیوار و حمایتگری وطنی صاحب استقلال خود گردد. جشن 1100 سالگی دولت سامانیان که به عید بزرگی عمومی خلقی تبدیل یافت، به روند خودشناسی ملی و وحدت تاجیکان مضمون و مندرجه عالی و نیروی تازه وارد ساخت. همچنین طی چند سال اخیر برپا گردیدن جشنواره ها و با عنوان عالی ترین وطن قدردانی شدن شاعران، عالمان و متفکران بزرگ تاجیک کمال خوجندی، میرسید علی همدانی، صدرالدین عینی، بابا جان غفورف، میرزا ترسنزاده و دیگران نشانه بالاروی خودشناسی ملی رو آوردن به تاریخ قدیمه خلق تاجیک و احیا گردیدن سنت های والای اجدادی می باشد. رسالت ازلی زیاییان تاجیک همین است
و من باور دارم که زیاییان امروزه نیز نیروی عقلانی مملکتمان را افزون می کنند و کشفیات نادری علمی موفق می گردند، اثرهای شایسته دوران می آفرند، صنعت را رواج می دهند. باید هر اقدام زیاییان با نام ملت و وطن و به خاطر شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال شروع گردد. تمثال چنین خدمت عالی به ملت و وطن خیش آثار ملت ساز و تلاش‌های فداکارانه استاد عینی، بابا جان غفورف و میرزا ترسونزاده می باشد که با عنوان افتخاری قهرمان تاجیکستان مشرف گردیدند. زیایی بودن معنای نسبت به خود سیرطلب بودن را نیز دارد. زیایی حقیقی در جاده صاحب معرفت کردن جامعه، بلند بردن سطح شعور و پاکیزگی اخلاق مردم بی دریغ زحمت می کشد. باز یک سبق تاریخی را از خود کردن زیاییان به نظرم خیلی مهم است. این استواری در موقع سیاسی، زیرکی در شناخت منفعت‌های ملی، پرورش و تلقین حس وطن پرستی، آشتی پذیر بودن با جهالت و خرافات و تعصب می باشد. استاد عینی را مثال می گیریم. مدرسی زبردست بود، دین را به درجه اعلا می دانست. کتابی را نیز با نام ضروریات دینیه تعریف کرده بود، ولی در تمام اثرهایش با تعصب و جهالت مبارزه می برد. برای به دولت‌های بیدار و پیشرفته برابر کردن وطنش تا سطح ملت‌های مترقی بلند برداشتن سطح زندگی خلقش فداکارانه جهد و تلاش می ورزید. واقعه های افغانستان نشان دادند که چنین شخصیت های بزرگ فرهنگی به مثل استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، بابا جان غفورف، میرزا ترسونزاده برای هر خلق ضرور می باشد. تجربه چنین شخصیت های بزرگ برای به مجرای درست زندگی و سمت سالم رشد فرهنگی هدایت نمودن جامعه خیلی مهم است. باعث افتخار است که ملت ما در گذشته دور هم بزرگترین دانشکده ها داشت که در آغوش خود صدها ادیبان و دانشمندان فرزانه از جمله رودکی و سینا، خیام و بیرونی، سعدی و حافظ، کمال و جامی، دانش و عینی را به کمال رسانیده در رشد علم و ادب و فرهنگ و تمدن بشری مقام خاصه پیدا کردند. شما گفتار 49 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.